جانشین خدا باشی اگر سنگدل و خشن باشید، چون خدا ارحم الراحمینه. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو میبوسید، دستار گردنشون می آورد، تو آغوششون میگذاشت. حتی زمانی که پیش نماز بود، وقتی به سجده میرفت، حسن و حسین رو کولش بازی میکردن، رو کتفش بالا می آمدن. زمانی که پیش نماز بود، تو نماز بود. اگر صدای گریه بچه‌ای در صف آخری که زنها تو صفهای آخر مسجد النبی نماز میخوندن همراه مرداشون پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر صدای گریه طفلی را میشنید، نمازشو مختصر میخوند که اون مادر به طفلش برسد. اینقدر رحمت و شفقت داشت، خیرخواهی داشت. و این یکی از احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند کسی که به سالخوردگان ما احترام قائل نشه، لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، از ما نیست، از امت من نیست کسی که به ریش سفیدا و سالخورده ها احترام قائل نشه، و از من و امت من نیست، من از او بری هستم، کسی که به نونهالان و اطفال مسلمین ترحم و شفقت نداشته باشه. نبی رحمت و شفقت بود، چون این نبی نماینده ربی بود که رحمتش از عذابش سبقت گرفته. ارحم الراحمین، الرحمن، الرحیم. و رحمت خدا 100 قسمته، یک قسمتش در دنیا بین کل خلائق و مخلوقات قرار داده، 99 قسمتش ذخیره کرده برای بندگان مطیعش در آخرت، که چطوری اون 99 قسمتشو اونجا به نمایش بگذاره. بدوی صحرانشینی بود، دید که پیامبر صلی الله علیه وسلم چطوری این نوهاشو میبوسه، بوسه میزنه، نوازش میکنه. بعد طاقتش نداد و گفت یا رسول الله تو بچه های کوچیکو میبوسی؟ گفت بله چرا نبوسم؟ گفت ولی من 10 تا بچه بزرگ کردم، یادم نیست وقتی یکی از اینها را بوسیده باشم. رسول الله پریشان شد، چه داره میگه این انسان؟ گفت اگر خدا رحمت و شفقت رو از دل تو بیرون کشیده من چه کارت کنم؟ من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. یکی از صفات مؤمنینی که جانشین خدان باید تراحم باشه. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسهر و الحمى. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک پیکرن، تو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. جوانای ما که رو سنگ و گل نشستن برای شنیدن کلام خدا، این همه تواضع دارن، نباید رحمشون بکنیم؟ نباید رو سرمون بذاریمشون؟ ما ملاها عادت کردیم مردم دستمون ببوسن، اگه یکی دستمون نبوسید به من بر میخوره و حاضر نیستیم دستمون هم بکشیم. اینها نباید بر پیشانشون بوسه بزنیم، اینا امید ما هستن و زینت دنیا و آخرت ما هستن. همین جوانای خوب، فرزند صالح گلی از گلهای بهشته، غیر از این نمیشه تعبیر کرد. فرزند صالح واقعا گلی از گلهای بهشته. حالا این گل غنچه هست، حاضریم با همدیگه شکوفا بکنیم تا معطر بشه؟ شکوفا کردن گلهای غنچه چطوریه؟ شکوفا کردن گلهای غنچه بوستان محمد صلی الله علیه وسلم چطوری شکوفا بشن؟ انگیزه ایمان، انگیزه اخلاق، انگیزه طهارت، انگیزه حجاب، انگیزه علم، انگیزه دین، انگیزه خوبی در اونها ایجاد بکنی. این گلها الان غنچه ان، شاید
رنگ دارن ولی بو ندارن. اونها را با علم شکوفا بکنیم، اونها را با ایمان و اخلاق شکوفا بکنیم. هم رنگ دارن، هم معطر و خوشبو میشوند و فضا را عطرآگین میکنند. از این جمع اگر یکی از بچه ها بره تحصیلات عالی تا دکترا بخونه، از اون طرف هم بره دنبال حفظ قرآن و فهم قرآن و تفسیر قرآن و تبلیغ دین، چه می شود؟ کسی می تواند جانشین خدا باشد که رحیم باشد، صبور باشد، حکیم باشد، علیم باشد، خیرخواه باشد، مهربان باشد.